در شروع میخوایم از پنلیست های محترم ما یک سوال عمومی کنیم که البته 5 دقیقه هر کس میتونه صحبت کنه. میخوایم راجع به پروسه صلح که حال در دوحه روان است میان نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان، خواسته شما از صلح چیست و نگرانی تان از این صلح چی است؟ بفرمایید خانم شهرزاد. شما به نام خداوند عدالت و برابری، تشکر بسیار زیاد از شما و بسیار افتخار دارم که در حضور بانوی اول، همکارا و خانواده های قربانیان جنگ صحبت می کنم. در مورد مذاکرات بین الافغانی خواست مشخص را کمیسیون مطرح کرده که مرتبط است به حق قربانیان. کمیسیون از دو طرف مذاکره کننده خواسته که تفاهم کنند و فرصت را ایجاد کنند برای از اینکه قربانیای جنگ، اما تو که امروز در حضور ما و شما روایت ها و خواست های خود مطرح کردن، در روند مذاکرات هم حضور پیدا کنند و خواست های خود مطرح کنند. تجربه روندهای صلح از نقاط مختلف دنیا، به خصوص در وضعیتی که جنگ بسیار دوام کرده باشه مثل جنگ افغانستان است که بدون پرداختن به حقوق قربانی‌ها و به مطالبات قربانی‌ها نمیتونیم به صلح پایدار دست بیابیم. افغانستان یک کشور است که بسیار زخمی است، جامعه بسیار زیاد زخمی است و به خاطر التیام و مصالحه ضرور است که قربانی‌ها خود بخش از پروسه بینن، نه به عنوان افرادی که از پروسه کنار زده شدن. در مورد بحثی که در مورد آزادی زندانی ها یا تبادله زندانی ها هم شد، کمیسیون خواسته های بسیار مشخص و سوال های بسیار مشخص برای دولت، برای ایالات متحده آمریکا و برای طالبان مطرح کرد که یک بخش عمده بحثا قربانی ها بود. آیا افرادی که آزاد میشن قربانی ساختن مردم ملکی را و در صورتی که ساختن مسائل حق العبدی چطور میشه؟ اینا که آزاد میشن آیا از قربانی ها معذرت خواستن یا نه؟ و متاسفانه در اون روند حق قربانی ها نادیده گرفته شد، تصمیم به آزادی گرفته شد و بحث فراوان نشد در مورد حق قربانی ها و مشوره هم با خانواده های قربانی ها نشد. در این مرحله ما نگران هستیم. نگرانی اصلی ما است که روند صلح به صورت پیش بره که فقط به یک توافق سیاسی منجر شود و به مسئله بسیار مهم حقوق بشری تمام مردم افغانستان، مسائل حقوق بشری نپردازه و به مسئله حق قربانیان نپردازه. و خواست مشخص در مورد حق قربانیان که مطرح کردیم می بوده که چند مکانیزم پیشنهاد کردیم. یکی از اونها حضور قربانیان در روندهای صلح است. نهادهای قربانیان در افغانستان فعال هستند، قربانیان منسجم هستند از نقاط مختلف کشور. امروز شما دیدین زنها و مردا میتونن که در مذاکرات حضور پیدا کنن. نهادهای بی‌طرف میتونه در انتخاب از اینا دخیل باشه. از دید ما قربانی‌ها تمام قربانی‌های ملکی جنگ هستند، صرف نظر از اینکه عامل حمله کی بوده، نیروهای خارجی بودن، حکومت افغانستان بوده، طالبان یا داعش بوده. به نظر ما این افراد باید فرصت حضور داشته باشن، اوجه بیارن یا رو در رو یا از راه دور تنظیم شود که اینا یک گروه بزرگ قربانی‌ها که بتونن نمایندگی کنن از مردم افغانستان و از قربانی‌های افغانستان مستقیم همراه هر دو طرف مذاکره کننده صحبت کنن و خواسته و مطالبات خود در میان بگذارن. به نظر ما قربانی‌ها نیاز به ترجمان ندارن، خودشان واقعا میفهمن که چی میخواین، چی نیاز دارن و روایت‌های خود. و ما فکر میکنیم این بر دو طرف مذاکره کننده هم یادآور میشه، همونطور که امروز به کل ما و شما یادآور شد که چقدر نیاز به صلح عاجل است. هر روز که تیر میشه افراد بیشتر قربانی میشن و هدف از صلح باید پیشگیری باشه برای اینکه دیگه افراد قربانی نشن. بر علاوه به صورت کلانتر طبعا مسائل حقوق بشری در مجموع، به خاطر از اینکه یکی از اجزای عدالت همیست که شما مکانیزمایی را و نهادهایی را و روندهایی را داشته باشین که مانع تکرار وقایع شود. یعنی پیروزی ما در مذاکرات صلح فقط ختم جنگ کنونی نیست، در صورت یک پیروزی واقعی می باشه که ما یک ساختار را ایجاد کنیم، نظامایی را ایجاد کنیم که پاسخگو باشه بر از اینکه از منازعه، از به وجود آمدن منازعه در آینده جلوگیری کنه، از فرهنگ انتقام جلوگیری کنه. تشکر خانم شهرزاد. فرمایید شما خود معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان سلام. بسیار تشکر از سوالی که مطرح کردید. ما به عنوان نماینده گروه هماهنگی عدالت انتقالی در خدمت شما هستیم. گروه هماهنگی عدالت انتقالی از 25 نهاد ملی و بین‌المللی تشکیل شده و در راستای حمایت از قربانیان در افغانستان کار میکنه. بیشتر از 10 سال است که در این راستا اینا بحث قربانیان را در واقع پیش میبرن و تسهیلگری خوبی در این راستا هستند. ما به نمایندگی از گروه هماهنگی عدالت انتقالی هم نسبت به پروسه صلحی که در حال حاضر جریان داره هم خوشبینی هایی داریم و هم نگرانی هایی داریم که نگرانی های ما در واقع برگرفته از نگرانی هایی هستند که
قربانی ها و ابراز می داره. خوشبینی ما است که حداقل در حال حاضر این اجماع وجود داره که ما در راستای گفتگوهای صلح گام برداریم، اما نگرانی هایی که در راستا وجود داره یک طرفی از عزل مثلث در اینجا حضور نداره. شما میفهمید که وقتی یک جنایت اتفاق میفته، جنایت 3 رکن داره، خب جرم، مجرم و قربانی. خب ما در این طرف میبینیم که یک ظلمش 2 طرف منازعه هستند در گفتگوهای صلح. یک ظلم دیگه ازی که قربانی ها هست در اینجا حضور ندارن، با اینکه ظلم بعدیش هم نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و نهادهای بین المللی تشکیل میده. و از طرف دیگر نگرانی که ما داریم این هست که هنوز هم جنگ جریان داره و آتش بس که یکی از پیشنهادهای گفتگوهای صلح هست، این باید در ابتدا تحقق پیدا بکنه که متاسفانه هنوزم این صورت نگرفته و از سوی دیگر قربانیایی که در این روند حضور داشته باشه یا مشارکت فعال در این روند داشته باشه، ما هنوزم شاهدی از این مسئله نیستیم و یکی از نگرانی‌های جدی ما هست و اگر وضعیت به این منوال پیش بره ما قطعاً به یک صلح پایدار و عادلانه دست پیدا نخواهیم کرد. تشکر آقای بختیاری. بفرمایید آقای طارق عثمان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مشران او دوستان چې دلته حضور لري، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته زما نوم محمد عثمان طارق د ارشاد حج او اوقاف و معین یم. د ما کوم برداشت له دغه ټول عمر نه چې په دې منازعه کې را روان یم او 15 کلن جهاد ته وتلی یم، دا داسې موږ اکثرا دې کې شک نشته چې هغه مځکه باندې هغه مځکه سوځي چې اور پرې بلي. نو بناً هر هغه څوک چې د هرې دورې د جنګ قرباني سوی ده هغه په خپل ځای کې حق لري چې هغه مطرح کړي. خو موږ څو دورې جنګ تیر کړی. یوه دوره له 1955 کال نه تر 1901 کال پورې ده چې په دې کې موږ 1.5 میلیون شهیدان ورکړي دي او دا ټولو ته واضح ده چې هر شهید خپل کورنۍ لري او له ځان نه پاتې خلک لري. بله دوره هم د داخلي جنګو دوره ده چې 1301 نه تر 15 پورې دوام کړی. دې کې هم باوجود دې چې دقیق ارقام به نه لرو، په یوه روایت 80,000 په نورو روایتو کم له دې شهیدان هم ورکړي او زخمیان او مهاجر او بېځایه سوي خو ډېر زیات. بله دوره د طالبانو د حاکمیت دوره ده چې له 15 نه تر 1380 پورې دوام کړی ده او بیا هم د 1380 نه را په دې خوا تر اوسه پورې. لکه چې مخکې دوستانو اشاره وکړه، دغه ملک ټول قرباني د جنګ ده، هر فرد. موږ هېڅوک نه یو چې په کورنۍ کې په دغو 5 دورو یا 4 دورو کې یا شهید یا زخمی یا مادي او مالی تباهي موږ ته نه وي راپېښه سوې. خو یوه عمده مسله چې باید مطرح سي هغه دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې په هیڅ وخت کې د عدالت او انتقالي عدالت او د جګړې د قربانیانو قضیه هیڅ نه ده مطرح سوې. د ژنیو مذاکراتو هیڅ شی پرې عقله نه درلود. وروسته له هغه چې کوم مذاکرې سوي دي په مختلفو وختو کې په دې رابطه باندې هیڅ اصلا مطرح سوی نه. د بن په جرګه کې خو حتی چې چا به وویلې چې انتقالي عدالت جنگي مجرمین هغو ته به ویل کېده چې تاسو دا خبر مه کوئ، دا ملک ورانوي، موږ د جوړښت خواته روان. او زه په هغه ورځ ډېر خسته وم چې لخدر ابراهیمي د ملل متحد په امنیت شورا کې یو بیانیه ورکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې موږ ته له عدالت نه سوله مهمه ده. ما جان آرنولد د ده معاون و، هغه سره مې په لوګر کې یوه جلسه درلوده. دغه موضوع ما ډېره شدیده تقبیح کړه چې دا ډېره غلطه خبره په دې چې زه داسې احساسوم او دا د ما برداشت ده یو متخصص په صفت باندې چې د جنگي مجرمینو ته سزا نه ورکول او د جګړې قربانیانو ته نه رسېدل دا باعث د منازعې د اوږدوالي ده.
دا معنی د یوې پایدار سولې ده. یوه آني سوله راولي، څه خلک راضي سي، بس په هغه باندې قانع یو. دغه لاره د حل نه ده. لکه چې مخکې مولوي صاحب محترم اشاره وکړه او آیت د قرآن عظیم الشان یې ولوسته. کله چې موږ ورځو نو عدالت به کوو. عدالت څه شي ده؟ عدالت داسې حقدار ته ورسیږي، څوک چې ضرر یې لیدلی ده د هغه د ضرر جبران وسي. داسې په څه شکل کیږي؟ مختلف اصول او طریقې ورته شته دي. مرهمګذاري د یوه لارې، بله لارې د قربانیانو سره کار کول دي، د هغوی مادي، فزیکي او رواني حالت ته توجه کول. دې کې شک نشته چې موږ ډېر په ټینګه دا غواړو چې د سولې په تړون کې دې مسلې ته توجه وسي، نه جنګي مجرمین له یاده وویستل سي او نه د جګړې قربانیان. خو ورسره یوه کورنۍ وظیفه موږ لرو چې تر اوسه هم نه ده ترسره کړې. هغه داسې موږ مخکې له دې چې د سولې تړون ته ورسېږو، موږ باید یو څه کار نه بلکې د کلي تر سطحې پورې موږ په اجتماعي سوله او انتقالي عدالت باندې کار وکړو. په دې رابطه باید موږ خپل د کلیوالي بنسټونه فعال کړو. په هغه کې علما ډېر قوي رول لري. هغه باید فعال سي. دغه کورنۍ چې هغو ته ضرر رسېدلی، 5 کورنۍ دلته نن راغلې وې، خو په 100,000 کورنۍ پاتې دي. هغو ته باید موږ هر یو ته رسیدګي وکړو. مخکې له دې نه چې موږ داسې یو حالت ته ورسېږو چې په لوړه سطحه توافقنامه امضا شي، تړون وسي، خو په ټیټه سطحه باندې هماغه بې عدالتي روانه وي، هماغه نادوده وضع وي. یوه خبر بله بفرمایئ. د ما په خپل فکر باندې موږ یو بل کمبود هم لرو چې د سولې د تړون نه وروسته موږ کومه خاصه ستراتیژي تر اوسه نه لرو، خصوصا په دغه برخه کې. یعنې څنګه کولی شو چې د سولې د تړون نه وروسته ستراتیژي کې موږ د ټولو قربانیانو ته رسیدګي وکړو او دا کورنیو ته په کوم شکل چې لازم ده هغو ته ورسیږو او هغوی قانع سي. په غیر د هغه کې د نه قناعت درلودل د دې خلکو بیرته باعث د بلې منازعې کیږي، لکه چې په څو لسیزو کې دا کار شوی. ډېره مننه. بسیار تشکر مولوی صاحب. خانم شهرزاد، بعضی ها به عقیده هستند که رسیدگی به حق قربانیان در پروسه صلح بسیار جنجال برانگیز میشه و پروسه را میتونه که به چالش بکشه و چنانچه مولوی صاحب فرمودند که که در جریان سالها در موضوع افغانستان شد، چنانچه مورد صلحی که در ژنو شد و در بن باز یک موضوع دیگه شد، همیشه بحث برازی بود که خوب عدالت انتقالی را کنار بگذارین و مسئله صلح بسیار مهم است برای افغانستان، ولی ما دیدیم که این صلح هیچ وقت جنگ در افغانستان قطع نکرد و یک دی که متاسفانه دستشان به خون مردم افغانستان آلوده بود و چوکی‌های کلان به تکیه زدند. حالا سوال این است که آیا موضوع قربانیان جنگ میتونه که پروسه صلح به چالش بکشه؟ تشکر بسیار زیاد. سوال بسیار خوب است. طارق صاحب به پیشینی تاریخی بحث عدالت در افغانستان اشاره کردن، بسیار دقیق و درست که در افغانستان در گذشته همیشه مسئله عدالت و خواستای قربانیان در تقابل با ثبات سیاسی قرار گرفته و همکارای ما در جامعه بین المللی هم به این باور بودند که پرداختن به حقوق قربانیان میتونه که روند صلح به خطر بندازه. امروز چیز متفاوت است وقتی که ما از حقوق قربانیان صحبت میکنیم. یکی که آموختیم، ما فکر میکنم باید آموخته باشیم از درسایی را که از پروسه قبلی داشتیم که نپرداختن به حقوق قربانیان ما را به عنوان یک جامعه برای شفای ما، برای سلامتی ما، برای بقای ما، برای صلح کمک نکرد. منازعه دوام کرد، فرهنگ انتقام دوام کرد. ما مثالایی را داریم از فرزندایی که از خانواده‌های چپی یا کمونیست بزرگ شدن ولی بعداً به خاطر از اینکه کسی که پدرشان کشته بود به مجاهدین پیوست، باز به قدرت رسید، رفتن به طالب پیوستن به خاطر که انتقام پدر خود بگیرن. زخما و دردایی را که بهش رسیدگی نشده بود، بهش پرداخته نشده بود، باقی ماند و در سطح محلات به خصوص باز مسئله که طارق صاحب اشاره کرد، فرهنگ انتقام دوام کرد، به کلی خانوادگی شد و حال متاسفانه اینقدر خون ریختانده شده که بسیار زیاد سخت است عبور از این.
مگر اینکه به عنوان یک جامعه به حق قربانی‌ها بپردازیم. مسئله دیگه است که ما در 18-19 سال گذشته یک نیروی کلان در داخل افغانستان به میان آمد، تخصص در ساحات عدالت و حق قربانی‌ها در داخل. بیشتر آقای بختیاری صحبت کردن از گروه عدالت انتقالی، مشابه به گروه عدالت انتقالی گروه‌های دیگه هستند که سالها است که داوطلبانه به مسائل صلح و حقوق قربانی‌ها کار میکنن و ما ضرور نیست که نسخه‌ای را که در دیگر کشورها حتما امتحان شده ما حتما او را امتحان کنیم. ما میتونیم که با توجه به واقعیت خود و با توجه به خواستهای قربانی‌ها راه حل‌هایی را انتخاب کنیم که بر افغانستان کارا باشه. و وقتی که ما صحبت از صلح و حق قربانی‌ها میکنیم، عدالت کیفری یا عدالت جزایی یک بخشی از اوست، ولی فقط یک بخش است. تنها مسئله این نیست که ما کی را محکمه کنیم. مسئله کلانتری است که چطور ما به حق قربانی رسیدگی کنیم. اگر ما قربانی‌ها را در مرکز و محور بحث صلح قرار ندیم و به خواستایشان و مطالباتشان رسیدگی نکنیم، به مسئله جبران خسارت نرسیم، به حقوق افراد دارای معلولیت توجه نکنیم، بر ما بسیار زیاد مشکل خواهد بود که به صلح دست پیدا کنیم. من فکر میکنم هر دو طرف مذاکره کننده باید بحث قربانی‌ها را به عنوان یک فرصت ببینن، به خاطر که یک زمینه مشترک است، در هر دو طرف قربانی بوده و بحث کردن در مورد حقوق قربانی‌ها بحث از اختلافات سیاسی به یک مسئله بسیار انسانی میبره و وضعیت مردم افغانستان، نیاز مردم افغانستان به زندگی عزتمندانه در سایه صلح و او بحث میتونه یک بحث مفید و یک بحث سازنده باشه به جای از اینکه یک بحث تقابلی و سیاسی باشه، به خاطر از اینکه یک طرف بخواد طرف دیگر زیر فشار بیاره. اما چرا تصمیم گرفته نشد که در جمله هیئتی که به قطر رفتن از قربانی ها هم کسی نمایندگی کنه و یقینا طالبا هم قربانی های خودشان دارن؟ فکر میکنین اگر از هر دو طرف قربانی ها می بود بس جنجال برانگیز میشد؟ خب مکانیزم‌های مختلف برای حضور قربانی‌ها در روندهای صلح وجود داره. یکی از مکانیزم‌ها حضور مستقیم قربانی‌ها در روند صلح هست که نمونه‌هایش کمتر است، به خاطر که مکانیزمی که ما پیشنهاد کردیم یک مکانیزمی است که در چند جای دیگه مشخصاً در کلمبیا آزموده شده است که قربانی‌ها به عنوان یک گروه مستقل در مذاکرات صلح، نه به عنوان یکی از دو طرف مذاکره کننده، بلکه به عنوان یک گروه مستقل که خواستایی دارن که هر دو طرف مذاکره کننده باش توجه کنه باید بیان. یعنی هنوز فرصت ما داریم، فرصت از دست نرفته. اگر دو طرف مذاکره کننده در اجندای یک خواست مشخص که در اجندای مذاکرات باید مسئله حق قربانی‌ها را داخل کنن و دوم توافق کنن سر از اینکه کدام نهادهای مستقل میتونن یک دست قربانی‌ها را با کدام مکانیزم انتخاب کنن، بازی قربانی‌ها برن مستقیم هر دو طرف مذاکره کننده میشنن، از اینا خواسته و مطالباتشون میشنون و در اجنده و در بحث‌ها خودت او را داخل میسازن. یعنی یک فرصت که الان هنوز پیش روی است. تشکر بسیار زیاد. آقای بختیاری، سوال که شما میکنیم، قربانیان جنگ به طور عموم از چی رقم حقوق برخوردار هستند و تعهد دولت و جامعه جهانی در مقابل از اینا چی هست؟ بسیار تشکر. اول خوب است که ما از نظر حقوقی قربانی را تعریف بکنیم که قربانی کی هست. از نظر حقوقی تعاریف متعددی از قربانی در اسناد ملی و بین المللی صورت گرفته و یک مفهوم کلی که میشه از این تعریف گرفت این است که قربانی به اشخاص گفته میشه که به صورت فردی یا گروهی متحمل صدمات یا خسارت شود. که صدمات و خسارت شامل صدمات فیزیکی، روانی، حیثیتی و مالی هست و در ارتباط به اشخاص و هم کسایی هستند که شامل اشخاص حقیقی میشه و هم حقوقی و هم اشخاص میتونه مستقیم و غیر مستقیم باشه که در این مداخلات در واقع در این منازعات اینا صدمه میبینن. اینا در کل قربانی های هستن. اما اینکه قربانی چی حقوقی را داره، برای قربانی ها در اسناد ملی و بین المللی بیش از 20 حق تعریف شده، اما مجموعی از این حقوق را میشه ما در دو محور مورد توجه قرار بدیم. یکی حق دسترسی قربانی ها به عدالت هست و یکی هم رفتار منصفانه با قربانی ها هست. در ارتباط به حق دسترسی به عدالت دو تا نکته خیلی مهم وجود داره. یکی که قربانی حق داشته باشه که علیه کسایی که به اینا ستم کردن اقامه دعوا بکنه و حق دیگه‌ای که قربانی در این روند داره در واقع است که در تمامی مراحل محاکمات
حضور داشته باشه. و در کنار ازی بحث دیگه‌ای که ما داریم حق رفتار منصفانه با قربانی، همون رقمی که امروز متهمین هم از یک سری حقوقی برخوردار هستند، اما حقوقی را که قربانی‌ها در روند دارن تحت نام رفتار منصفانه با قربانی‌ها مطرح میشه که وقتی ما از رفتار منصفانه با قربانی حرف میزنیم دو محور را شامل میشه. یکی حق تأمین امنیت قربانی‌ها در روند هست، یعنی وقتی از تأمین امنیت برای قربانی حرف میزنیم، یکی که وقتی در رویارویی با متهمین قرار میگیره چی مکانیزم های حمایتی از اینا وجود داشته باشه، و یک وقت است که اینا در برابر متهمین وقتی قرار میگیره چی مکانیزم های حمایتی باید از اینا وجود داشته باشه که از اینا حمایت شود. و از طرف دیگر محور بعدی که در رفتار منصفانه مورد توجه قرار میگیره مسئله جبران خسارت و غرامت هست. وقتی جبران خسارت میگیم یا خود کسی که در قضیه عامل هست و یا همون صندوق های اختصاصی که وجود داره، این مکانیزم ها هست که باید جبران خسارت شود. یک وقت خود مجرمین ممکن است اما امکانات نداشته باشه وجه مالی که در این صورت دولت ها مکلف هستند که غرامت پرداخت بکنند که مکانیزم ها در سطح جهان و خصوصا کشورهای پس از جنگ مورد توجه قرار گرفته. اما اینکه دولت در قبال قربانی‌ها و تأمین حقوق قربانی‌ها و حمایت از قربانی‌ها چی مکلفیت هایی داره، ما یک مکلفیتش در ماده 6 قانون اساسی می‌بینیم که در اونجا دولت تعهد کرده که به دموکراسی و حقوق بشر در واقع متحد است و از سوی دیگر ماده 7 قانون اساسی هست که دولت افغانستان اونجا تعهد کرده که تمامی اسناد بین الحقوق بشر رعایت میکنه و تمامی حقوق قربانیان در اسناد ملی و بین المللی حقوق بشر تصریح شده، چی حقوق بشر دوستانه و چی حقوق بشر. در واقع دولت بر اساس او اسناد و این دو تا ماده مکلف هستند که از حقوق قربانیان اینا حمایت بکنن. وقتی ما از صلح حرف میزنیم یک تعریف سیاسی از صلح هست که ترک جنگ، اما تعریف حقوقی که از صلح وجود داره علاوه بر ترک جنگ رعایت ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر هست. وقتی ما از ارزش‌های حقوق بشر و دموکراسی حرف میزنیم در اونجا دیگه تنها بحثی متارکه جنگ نیست، بلکه بحث بسیاری ارزش‌های حقوق بشری و دموکراسی هست که در بحث حقوق بشر حالا او اجده حقی که برای انسان‌ها در اسناد بین‌المللی و ملی تشریح شده اونا باید در کل مورد توجه قرار بگیرند. تشکر آقای عثمان بسیار. ببخشید با آقای بختیاری. آقای عثمان، روشن‌ترین بیان در مورد ویژگی‌ها و مؤلفه‌های صلح عادلانه که پایدار باشه چی است؟ یعنی ما چطور بتانیم یک صلح را پایدار بسازیم؟ بسیار خوب سوال عمیق است، به خاطر ازی که پیشتر ما صحبت کردم که ما اگر از رای عدالت پیش نبیم او صلح پایدار نیست. این به این معناست که تأمین عدالت خود به خود تضمین صلح پایدار میکنه و در شرایطی که ما قرار داریم اگر از زاویه دینی به این نگاه شود و موضوعی را که الله متعال در مسئله قصاص مطرح میکنه، حکمش این است که ورثه مقتول قصاص بگیرن از قاتل. اما وقت چون این مسئله عقل عبدی است، یعنی حقوق عبد است، دی الله تعالی با خودش تا که بنده قانع نشه فیصله در مورد غیاب از او یا به نیابت از او نمیکنه، او را به او راجع میسازه. اما به شکل خیرخواهانه در بخش دیگه آیت تشریح میشه که اگر عفو کنن بهتر است. میخواد تشویق بکنه که از قاتل یا از کسی که در مقابل جنایت کرده بگذره، باز الله تعالی برش امتیاز میده تا او قانع شود. در مقابل همون امتیاز ببخشید مولوی صاحب، شما موضوع غرامت رو گفتین که متاسفانه در افغانستان جنگایی که شده، چون ما همیشه فکر کردیم افغانستان یک کشور مصلحتی است از عدالت تیر شدیم. مثلا هیچ وقت ما غرامت جنگ از اتحاد شوروی سابق نخواستیم و برخلاف غرامت جنگ بخشیده شد و امروز هم معلوم دار که کمکایی که جهان به ما میکنه فکر نکنن که یک نوع خیرات به ما میتن، این هم یک نوع غرامت است به خاطر که مردم افغانستان برای تروریسم قربانی دادن. اما امروز یک بحثی است در میان قربانیان
که آیا شما اینجا که ما 5000 زندانی طالب رها کردیم، اینجا ما به خاطر ختم جنگ مصلحت کردیم یا هنوز هم باید عدالت مطرح بحث باشه اینجا؟ از نظر من هرگاه ما از عدالت تفره میریم به این معنا که اشتباه میکنیم. فعلا شاید مثل که ما گفتم آنن ما لذت همین صلح را ببریم که در دوحه یا در کدام جای دیگه امضا شود، اما در طویل المدت ما اضرار از این را باز میبینیم. مثل که قبلا دیدیم صلح پایدار به این شکل به وجود آمده نمیتونه. ما خودم نظر من این است که موضوع قربانیان جنگ، چون هر دو طرف قربانی جنگ داره، باید مطرح شود و حتی گروپ های نماینده از هر دو طرف از قربانیان جنگ در دوحه حضور داشته باشند. اگر در داخل تیم نیستند، تیم های مذاکراتی، حداقل در حاشیه مذاکرات باشند که یکی از امتیازاتی است که به قربانیان جنگ داده میشه، ولی کافی نیست. ما باید پایین بریم تا سطح قریه و خانه سر از این قضیه کار بکنیم و برای از استراتژی داشته باشیم. تشکر بسیار زیاد.